салом, рӯзатон бахайр бошад. имрӯз ҷумъа 25 декабр аст. шумо мустақиман ин лаҳза нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро бо муҳимтарин тафсили хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳон дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. хабарҳои ин соатаро аз русия шурӯъ мекунем. тоҷикистон дар байни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва кишварҳои минтақаи наздик ки русияро бештар аз ҳама дӯст медоранд дар адабандои ҷойи аввалро ишғол кард. хабар медиҳад тасс бо истинод ба маркази матбуоти илм ва фарҳанги русия дар ереван мақомоти россотрудничество ва натиҷаҳои як пурсиши ҷолибро таҳти унвони русияро ки бештар дӯст медорад ҷамъбаст карданд. طبق گزارش تاس معلوم شد که تاجیکستان در این نظرسنجی جای اول را به دست آورده است. صربستان بعد از تاجیکستان در مقام دوم و ارمنستان مقام سوم را کسب نموده است. شهروندان دیگر کشورهایی که به روسیه علاقه نزدیک خود را نشان دادند قزاقستان، قرقیزستان، مولداوا، سوریه، اوکراین، بلغارستان و چین میباشند. قبلا مقامات россотрудничество و خریطه بشردوستانه را معرفی کرد که در آن نشان داده می شود که روسیه در سالهای قبلی به کدام کشورها کمک بشری کرده است. مثلا مکتب‌های دوشنبه کتاب‌های درسی روسی را از مقامات россотрудничество دسترس کردند که این نیز در خریطه همچون کمک بشری درج گردیده است و برای مبارزه با کرونا ویروس مقامات روسپاترپنادزور برای بیش از 50,000 آزمایش‌های تحقیقاتی به جمهوری تاجیکستان سیستم‌های تستی و ریاکتیوها را در مقابله کرونا ویروس تحویل کرده است. موضوع دیگر ادامه خبرها از 15 فوریه تا 1 ایولی سال 2021 روسیه برای صادرات زراعت‌های غله‌دانه به کشورهایی که به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل نیستند کوتاه تعرفی خود معیار مخصوص مقرر می‌کند. قرار دخلدار از جانب حکومت روسیه قبول شده است. حجت به صادرات گندم، جو، جوار مکه و دیگر زراعت‌های غله‌دانه داخل دارد. کوتاه ترافوی از جانب وزارت کشاورزی روسیه از 1 تا 9 فوریه سال 2021 از جمله در بین کشورهایی که زراعت‌های غله‌دانه روسیه را وارد می‌کنند تقسیم کرده می‌شود. کوتا به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اینچنین به رساندن کمک‌های بشردوستانه روسیه به کشورهای خارج تاثیر نمی‌رساند. قبول این قطعنامه به معتدل شدن ارزش ارد و نان در خود روسیه شرط داده می‌شود. این سند در چهارچوب چاره‌های حکومتی علیه بالاروی نرخ غذای استعمالی در روسیه قبول گردیده است. قبول چنین تدبیرها به تاجیکستان تاثیر منفی نمی‌رساند زیرا گندم از روسیه وارد شده حتی 5% حجم عمومی واردات این زراعت به جمهوری تاجیکستان زیاد نیست. طبق امور رسمی در ظرف 11 ماه سال روان تاجیکستان برای استحصال واردوطنی 875,000 تن گندم وارد کرده است. زیاد از 90% واردات عمومی این زراعت به قزاقستان راست می‌آید. هرچند واردات گندم در ماه‌های ینور نوامبر سال روان نسبت به همین دوره سال 2019 18% کاهش یافت، اما حجم گندم وارداتی نسبت به حجم ارد بیش از 10 مرتبه زیاد است. در طول این سالها به جمهوری 87,000 تن ارد وارد کرده شده است که نسبت به 11 ماه سال 2019 18% زیادتر است. طلبات سالانه جمهوری به ارد تقریبا 1 میلیون تن ارزیابی می شود. از حساب بالاروی ارزش گندم و ارد در کشورهای صادراتی بنا به اطلاع اجنسی امور کشور در جمهوری از اول سال روان نرخ گندم نوعی یکم 20.6% افزوده است. تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان است. مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر از روسیه به تاجیکستان می‌رویم. اژانس ملی اطلاعات تاجیکستان خبر می‌نویسد که کاتب سفارت روسیه در تاجیکستان ایگور بورولکو در نشست مطبوعاتی گفته است که ساختمان 5 مکتب با زبان روسی در قلمرو تاجیکستان از حساب بودجه فدراسیون روسیه سال 2021 آغاز می‌گردد. چند روز قبل فدراسیون روسیه برای پیشرفت کار پودرچی گنرالی مبلغ جدا کرد. میدانچه‌ها برای ساختمان بناها معین کرده شده‌اند، گفته است ایگور بورولکو کاتب سفارت روسیه در تاجیکستان. در ماه فوریه نتیجه آزمون برای معین کردن پودرچی گنرالی جمع‌بست کرده می‌شود. ساختمان مکتب‌های روس‌زبان با مبلغ‌گذاری فدراسیون روسیه در شهرهای دوشنبه، کولوب، خوجند، باختر و ترسونزاده در نظر است.
قید کرده شده است که جانب روسیه با ساختمان این انشاءات‌های تعلیمی در شهرهای تاجیکستان منفعت دار است. همچنین طبق این لایحه تمام تجهیزات و کتاب‌های درسی ضروری برای مکتب‌ها نیز خریداری و تقسیم کرده می‌شود. قابل ذکر است که سازشنامه درباره ساختمان مکتب‌ها از جانب فدراسیون روسیه در تاجیکستان ماه فوریه سال 2019 پس از گفته‌شنود سران دو کشور در روسیه به امضا رسید. ادامه خبرهاست و برمیگردیم از تاجیکستان. به روسیه دادگاه اروپا عاید به حقوق انسان در استراسبورگ امر داد که روسیه شهروندی یک زاده 43 ساله تاجیکستان بختیار عثمانوف را برقرار کند و به او 11,000 یورو جبران پرداخت سازد. خبر می‌دهد رادیوی آزادی. در اظهارات دادگاه گفته شده است که مقامات داخلدار روسیه قرار قبول کردند که بختیار عثمانوف از سبب آنکه که وی نامناسب یک خواهر و برادر خود را هنگام پیشنهاد عریضه درباره گرفتن شهروندی سال 2007 پورا درک نکرده است از حق شهروندی روسیه محروم کرده شود. این عاقبت‌های جدی به بار آوردن نمی‌تواند و به طور کافی دلیل برای خوف جامعه روسیه بودن بختیار عثمانوف نیست. روسیه طبق قرار دادگاه باید به بختیار عثمانوف 11,000 یورو جبران ضرر رسانیده شده را پرداخت سازد. دادگاه حکم صادر کرده است که بختیار عثمانوف یگان جنایت صادر نکرده است و امنیت ملی روسیه یگان خطر ایجاد نمی‌کند و باید حقوق او برقرار کرده شود. بختیار عثمانوف از سال 2007 در روسیه به سر میبرد. زن و 4 فرزند او نیز در شهروندی روسیه را دارا میباشند. سال 2008 بختیار عثمانوف شهروندی روسیه را به دست آورد، اما سال 2018 او را به خدمات مهاجرت دعوت کردند و گفتند که هنگام تفتیش حجت‌ها معلوم شده است که او معلومات همه خویشاوندان نزدیک خویش را در عریضه نشان نداده است. همین طریق مقامات روسیه بختیار عثمانوف را به پیشنهاد معلومات بردروغ و کوشش گمراه کردن مقامات صلاحیت دار ایبدار کردند. کوشش‌های این نفر برای روشن کردن موقع خود به نتیجه انجام یافتند و او از شهروندی روسیه محروم کرده شد. با او مهلت از روسیه برای اخراج شدن دادند و بختیار عثمانوف نیز این طلبات مقامات را به جا نآورد که در نتیجه او را بازداشت نمودند و نزدیک به 2 سال او در مرکز نگهداری موقت شهروندان خارجی نگهداری میشد. حالا او در آزادی است و از حکم دادگاه اروپا عاید به حقوق انسان استقبال میکند. ادامه نشر خبر موضوع دیگر. ازبکستان و روسیه یک قطار حجت‌ها را عاید به ساده‌گردانیدن رسمیت سفر متشکلانه مهاجران ازبک و فدراسیون روسیه امضا کردند. حجت‌ها ضمن سفر هیئت ازبکستان تحت رهبری مشاور سروزیر مهرالدین خیرالدینوف به امضا رسیده در روسیه به امضا رسیده شدند. بنویسد پدرابنا.uz. این سازشنامه‌ها همکاری‌های بین اگنتی مهاجرت مهنت خارجی ازبکستان و کارخانه فدرالی دولتی واحد پاسپورت و ویزا سرویس وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه اینچنین با مؤسسه دولتی شهر مسکو مرکز مهاجرت بسیار فونکسیونال را در بر می‌گیرد. طبق اطلاع سفارت ازبکستان در مسکو، هدف از امضای حجت‌ها ساده‌گردانیدن رسمیت خروج متشکلانه شهروندان ازبکستان میباشد که نیت دارند در روسیه فعالیت موقت مهنتی انجام دهند. هر دو تشکیلات روسیه که با جانب ازبکستان سازشنامه به امضا رسانیدند، مؤسسه‌های وکالت‌دار دولتی میباشند که برای گرفتن اجازه‌نامه کار در مسکو و در سفارت و در سرتاسر روسیه یک قطار خدمت رسانی‌ها را به مهاجران میرسانند. امضای حجت‌ها از جانب خدمات دولتی جانب امکان می‌دهد که روندهای مهاجرت از جمله گشادن مرکزهای مهاجرت که باعث کاهش یافتن وقت و خراجات شهروندان ازبکستان در تهیه حجت‌های ضروری برای گرفتن اجازه‌نامه برای اجرای فعالیت مهنتی در روسیه می‌گردد سبب خواهد شد. اینچنین این سازشنامه‌ها به ازبکستانی‌ها امکان می‌دهد که قبل از سفر به ازبکستان یک قسم حجت‌گذاری رسمی را در قلمرو ازبکستان انجام دهند. نشر خبر این ساعت را دوام 10 دقیقه با تحولات مهمترین روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی انتظار خبرهای تازه بمانید.